حالا برای بار آخر میگم یه نوشیدنی برام بیار. با کی کار میکنی ها؟ با کی؟ برادرای اونیر ها؟ برادرای اونیر شوخی میکنی؟ مایک ترور از دیدنت خوشحالم. اگه وقتی اون پایینم خربازی در بیاری میام بالا و با همین تناب خفت میکنم. خاطرخواهی اون یارو بیشتر از علی خانیه. واو فرانکلین، نگفته بودی خواهر داری؟ ما تصمیم گرفتیم یه مدت بریم. لطفاً سعی نکن با همون تماس بگیری. آماندا. ای لعنتی. دیگه به هم زنگ نزن، شمارم هم پاک کن باشه؟ هیچ معلومه شما کجا رفتید؟ اومدم خونه دیدم مادرتونم نیست. میدونم خودم بهش گفتم بره. تریسی بی خیال. قراره توی تنهایی بمیری. همه آدما باید تو زندگیشون بلند پروازی رو یاد بگیرن. لعنتی این شب چه خیلی ایفونی. آخه ترور همش ترور یه ترور چی؟ ترور یه آدم خوبیه که عاشق خانوادهشه مگه نه فلوید؟ همینه خودشه. آره ترور. ولی قضیه اینه که من عیاش بودم. برام آسون نیست ولی الان با دبرا ما داریم ازدواج میکنیم. این واقعا قشنگه. میترسم ترکم کنه. یعنی اینجا خونه اونو کاری که با آقای رزبری جمع کردی. واو آقای رزبری جمع شرافتمندانه مرد. اون آخر عمری همدم یه مرد تنها شد. من یه مشکل بزرگ دارم که خیلی ها بهش میخندن. خب ببینمش. نمیخوام. بفرما. خجالت نداره که همه همچین مشکلی داریم عزیزم. خب حالا وید گفت که تو بندر کار میکنی. بله. به من نگاه کن. میشه لطفاً شلوارتون رو پاتون کنید خواهشن. بله تو بندر کار میکنم. خب اونجا برای آدمی مثل من چیز جالبی داره؟ خب من درست نمیدونم. من نمیدونم شما چه جور آدمی هستی. من از اون جور آدمام فلوید. من از اون جور آدما هستم. حالا آقای وید و اون فلوید کوچولو باید یه لباس تنشون کنن. بیا آقایون قرار را بیافتیم چون آمریکا منتظرمونه. هی ران، من و بچه ها داریم میریم بندر الس. یه سری اطلاعات برات میفرستم و میخوام روشون کار کنی. زود باش فلوید، چی برام داری؟ همونطور که گفتم درست نمیدونم چی داریم. باید دقیق تر سوالتو مطرح کنی قربان. دنبال یه چیزی میگردیم که بدزدیم. قربان من یه مداد تو دبستان دزدیدم. از اون موقع پشیمونم. فلوید همیشه بیارزه بوده. ببین قربان لطفاً فقط بگو چی میخوای. منم هر کمکی بتونم تو پیدا کردنش میکنم. مشکل اینجاست که خودم هنوز نمیدونم چی میخوام. میدونی مثل قرمه سبزی یا تهدیگ میمونه. باید اول ببینیش تا بفهمی چیه. به هم دقیق نمیفهمونی چی میخوای. خیلی خوب نظر درباره این چیه؟ سال گذشته 230 میلیون دلار جنس وارد بندر لوس سانتوس شده.
واقعا کارش با اعداد خوبه. نمیخوام اشتباهی یه کانتینر سیب زمینی بدزدم. باید به همون خبر بدی که چه محموله‌ای میاد. ببین ما نمیدونیم چی تو اون کانتینرهای کوفتیه، روشون که برچسب قیمت نزدن. متوجه چیز خاصی نشدی؟ یه چیز خاص، یه سرنخ. خب همش آدمای مریودر اطراف پرسه میزنن. تیم امنیتی مریودر؟ ارتش خصوصی دنیای مدرن؟ همونایی که توی جنگ 20 تا کشور حضور دارن؟ نکنه الان هم میخوان تو خاک آمریکا عملیات انجام بدن؟ این انگار خودشونن. پس یه ارتش خصوصی توی بندره. از چی محافظت میکنن؟ از یه کشتی. حالا که اشاره کردی به نظر درست میاد. یه کشتی؟ عالیه! میتونم سوارش شم؟ نه نمیذارن اصلا نزدیکش بشی. واقعا سرش عوضی بازی در میارن. چند روز پیش همکارم راست دیگه خرکیه. من باید یه نگاهی بهش بندازم. چیز دیگه هم هست؟ چند نفر دیگه هم از مریوتر تو انبار نیروی دریایی هستن. اونا با قایق میان و میرن. شنیدم یه چیزی آزمایش میکنن. خیلی خوب، پس یه نگاهی هم به اونجا میندازیم. بودو پارک کن و برگه بگیر. باشه همین کارو میکنیم. برو پارک کن و برگه بگیر. سرپرست اونجاست. باید برم هماهنگ کنم. یادت باشه فلوید، اوضاع خیلی سریع میتونه به هم بریزه. به به اینجا رو ببین. شنیدم یه استعداد خاصی تو باز کردن چاه داری. این رفیقمون از هر انگشتش یه هنر میباره. روش حساب کنید. برو اون تو ببینم چند مرده علاجی. منو میبری کشتی رو ببینم؟ آره همینجاست. بینم تا حالا هلیکوپتر اینجا نیومده؟ از اون گنده هایی که میتونن یه کانتینر رو بلند کنن. تو این منطقه پرواز محدوده. هیچی بدون برگه ترخیص از اینجا خارج نمیشه. پس کسایی که عجله دارن چجوری میرن و میان؟ خب یه بندر داریم که 50 متری اینجاست. واکنش گارد ساحلی چطوره؟ اونا ناوشکن دارن. کشتی 45 متری پشتیبانی هوایی. نمیتونی از اونا سریع‌تر باشی، مخصوصا اگر چیزی رو حمل کنی. پس شاید مجبور شدم سوار تو بشم و بهت شلاق بزنم تا باد دوی. من که گفتم سطح آب خوب پوشش میدن. خب این همون کشتیه که بهت گفتم. فکر میکنی چی توشونه؟ ما فقط بار میزنیم، نمیدونیم داخل کانتینرها چیه. ولی علامت ارتش روشه. دولت. این یکم مشکوک نیست؟ محموله های دولتی خیلی مهمن. معمولاً سریع فرستاده میشن ولی اینا همینجا موندن. داری کنجکاوی منو تحریک میکنی. اونجا ساعت 2 انگار فارس با افراد مریوتر به مشکل خورده. بگمونم اگه بخوام بمونم باید وانمود کنم کارگر بندرم. دلم میخواد این عوضی رو زیر بگیرم. فکر کردم میخوای اینجا رو ببینی. اگه کانتینر رو نیاری کارتتو چک میکنن. دارم نگران میشم. تو همیشه نگرانی. آروم باش. همیشه نه قربان، فقط وقتی اطراف تو هم. تازه پسرم وید خودش تنهاست. بهتره که سوتی نده. چیزی نمیشه. رفته پیش نظافتچیا. اون وقتی تا خرخره توی کثافت میره خوشحالتره. کانتینر اونجاست. اسکله بی. متصلش کن. خودشه. حالا باید ببریمش سمت اسکله اف. فهمیدم چرا بهش میگن دستگاه، چون واقعا خوش دسته. این اسباب بازی نیست قربان، یه ماشین سنگینه. نمیدونی چقدر نشا. نباید وقتی تحت تاثیر موادی با این وسیله کار کنی. اگه مراقب دهنت نباشی تحت تاثیر رو نشونت میدم. الان خوشحالی؟ خیلی خوب، بریم اون یکی رو بیاریم. یه زاویه دیده بهتر به این کشتی میخوام. متاسفم ولی از این نزدیکتر نمیتونی بری. نه باید چند تا عکس بگیرم و برای رفیقم ران بفرستم. یه زاویه بهتر میخوام. جرثقیلم هست ولی جرثقیل عالیه. لعنتی.
برای گرفتن این شغل پاچه‌خواری کیو کردی؟ قبلا کار کردن تو بندر زور و بازو میخواست، ولی الان حقوق یه جراح مغزو میگیری. پای سبد خرید بزرگو از اینجا بذاری اونجا. من برای این کار پاچه‌خواری کسی رو نکردم. یکی از آشنای دبرا بود که این کارو برام. آره تو پاچه‌خواری نکردی، ولی احتمالاً دبی عزیزت کرده. خیلی خوب، فکر کنم دیگه باید برم بالای جره صغیر. هی وقت نداریم با منظره حال کنی. یه ساعت پشت این جره ثقیل منتظرم. من اجازه ندارم پشت جره ثقیل بشینم جیگر. هی میخوای برم سرپرستی رو خبر کنم؟ هر چی زودتر بشینی اینجا زودترم میری. باشه ولی پای خودته. خیلی خوب نشستم. چی میخوای؟ اول کابین رو ببر بالای کانتینر. چراغا تو تعیین موقعیت کمکت میکنه. انگارم ترازی تو جاشه. قفلش کن. وصل شد. تا جایی ببرش بالا که به کانتینرها نخوره و ببرش اون سمت. باید بریم اون سمت. جایگاه 5. جا گذاری شد. برمیگردیم عقب. اون وقت میگفتی صلاحیت نداری. برگردون سمت و دوباره شروع کن. برگردون سمت. بالای اون کانتینر قرمز اون سمت هم تراز کن. اتحادیه فکر میکنه اگه بیشتر کار کنی به چشمات فشار میاد. یه استراحتی بکن. عجب منظره یه رفیق. بذار چند تا عکس یادگاری بگیرم. ترور بیا. میتونم ببرمت انبار. میتونیم از کامیون استفاده کنیم. اون طرف بندره. از اون یکی حوض شناور محافظت میکنن. میتونیم بهش نگاه کنیم ولی هیچکس اجازه نزدیک شدن بهشو نداره. قوانین عادی برای ما صدق نمیکنه فلوید. ما میریم تو. نمیدونم، قوانین تو کل زندگیم صدق میکرده. قوانین رو دوست دارم. حالا خودتو ببین. یه بازنده ای و توی یه رابطه بدون عشقی. منظورت چیه؟ بدون عشق؟ من عاشق دبرا. اگه اونم تو رو دوست داشت الان اینجا بود، ولی الان نیست. خودت میدونی من زود میترسم. از اینا بگذاریم. یه شغل بدون آینده داری. چی؟ بدون آینده؟ نه فلوید این آینده نداره. کارگر بندر بودن جزء پردرآمدترین شغلای کشوره. اگه به مردم بگی تو بندر لاپورتو کار میکنی جیبتو میزنن. خیلی حسودن. اونا بهت حسادت نمی کنن بدبخت. اونا بهت ترحم میکنن. تو بازیچه اون زنی. بازیچه این راننده های بدبختی. اونا ازت بیگاری میکشن. خدایا من تو عمرم اینقدر کار نکرده بودم. داری زندگی تو تلف میکنی فلوید. شانس آوردیم ما اومدیم. هی اینجا منطقه ممنوع است. برگرد برو. زبان شما نفهمید. زبان شما نفهمید. برگه گفت بار اینجا تحویل داد. کجا میری؟ همینجوری سرت انداختی میری پایین. اینجا ممنوعه. اون واقعا گیج شده. ایشون زبان ما رو بلد نیستن. احتمالاً برگه رو اشتباه خونده. بار اینجا تحویل داد. منم بار اینجا تحویل داد. سرت انداختی پایین اومدی تو. این طرف ها پیدا تو
گفتم. حالا جا اومد آشغال عوضی. دیگه اینجا نبینمه. برو گم شو. واقعا شرمندم. بسته شو دیگه بچه ها. چطور منو ندیدی؟ ترور عکس‌ها رو دیدم. عجب چیزی به تورت خورده. کشتی مریبدر. آره میدونم. درباره کشتی بهم بگو. اگه یه نفر بره روی پل یه نفرم سوار کشتی بشه فکر کنم راحت بتونیم تصاحبش کنیم. انگار یک کانتینر خاص اون سیره. به نظر دولت داره هزینه حفاظت از اون میده. سری نگهش داشتن. احتمالاً یه تکنولوژی نظامی مهمه. آره میدونم. برگه هاشو دیدم. انگار دارن یه چیزی توی دریا آزمایش میکنن. باید خودش باشه. خیلی خوب برگرد سر کاره. اگه برگردم و ببینم صنایع ترور فیلیپ پیشرفت نکرده کلتو میکنم. بله چشم، ولی در حینش هم یه سری اطلاع درباره این کشتی و کارت پیدا میکنم. روش کار میکنم ترور، مطمئن باش. یا خدا این دیگه بوی چیه؟ من سعی کردم جلوشو بگیرم ولی همینطوری اومد. مشکلی نیست وی. تو کمک نکنی سنگین تاره. چیزی که میخواستی یا پیدا کردی؟ آره کم و بیش. فقط یه جایی میخوام که نقشه رو بکشم. همینجا خوبه. اون اصلا زن خوبی نیست. هیچ کس نمیدونه که چرا فلوید میذاره ازش سوء استفاده کنه. به خاطر کمبود اعتماد به نفسشه. باید اونو از نو بسازیم. خب خب عالیه. ای والا خیلی خوب. با توجه به دیده های من این مریودریای عوضی یه چیز خیلی با ارزش دارن. اتفاقا 2 تا هم ازش دارن ولی ما فقط یه دونشو میخوایم. خیلی خوب عالیه. بریم وسایل رو جور کنیم و بیایم. ایول عالیه. این بوی چیه؟ ما میخوایم از اتحادیتون دزدی کنیم. وید در حال انجام وظیفه مجروح شده. فضولات انسانی تا زیر پوستش رفته و متاسفانه فکر نکنم دیگه بوش برگرده. دوباره نمیتونی بری اتحادیه. تو خودت اتحادیه ای. فقط طرف مایی. بجو مرد. بوش کن. ترور اول با آقای رز برید جمع بی احترامی کردی. حالا هم میخوای از محل کارم دزدی کنی. خدا میدونه بعدش تابلوی دبرام. ببین خانومم و اتحادیه تنها چیزیه که دارم. پس چرا بیخیال نشیم؟ اگه با اتفاقی که سر پسرمون اومد مشکلی نداری پس باشه. ولی بعدش من میبرم هموم و میشورمش. نه تو را خدا نه. ترور سلام. مایکی هی اینجا تو الس خیلی خوش میگذره. پسر عجب شهریه. بگذاریم. ببین یه خبراییه. یه کارایی دارم. باید بیای همدیگه رو ببینیم. بله خب آره دیگه. آره هی ببین
یه کاری برات دارم. باید بیا اینجا. اون پسرم با خودت بیار. فلوید، اون زیر دریایی که بهت گفته بودم و گرفتم. باید یه جا مخفیش کنیم. هی فلوید، برای من ساکت نشو وگرنه میام اونجا و خودت میدونی. باشه، خیلی خوب. بیارش به لنگرگاه 400 توی اسکله‌های غربی. اومدم. ببین، من یه کامیون دارم که میارم نزدیک انبار. آفرین، این همون کاریه که باید برای لقمه نون حلال انجام داد. این چیز حلالی نداره آقا. این یه لقمه نون حرومه که تا حالا نخوردم. هی، من به کسی آسیب نزدم. خوبه، هیچکی جز صاحب اون زیر دریایی و اون سربازای روی کشتی بدبخت؟ برو یه تحقیق درباره تیم امنیتی مریودر بکن. اونا باید به خاطر زیر پا گذاشتن حقوق بشر دادگاهی بشن، ولی دولت آمریکا هیچ وقت رفیقاشو دور نمیندازه. حالا میخواد ارتشی باشه یا شهروند. اونا از قانون مبران، قتل، دزدی، تجاوز، استفاده از قدرت و همه چی. هیچ کس با اونا کاری نداره. عوضیای خوششانس. ببین، من این چیزا رو نمیدونم. آره، نبایدم بدونی. مریودر داره با تمام قدرتش سعی میکنه تا زندگی بدبختایی مثل تو رو نابود کنه. حالا ما هم میریم تا خودش رو نابود کنیم. عالیه، منم همین رو میخواستم. آفرین، حالا بهتر شد. فلوید، اونجا یا نه؟ بله قربان، روی جرثقیلم. بیا روی آب تا بیارمت بیرون. باشه. داری چه غلطی میکنی؟ بیا. باشه، خیلی خوب. بجام. خیلی خوب، اومدم. خدایا. انتهای همین خیابون یه انبار مخلوق کس میریم اونجا. زیر دریایی و خوب پوشوندی یا نه؟ اگه فقط برسیم اونجا طوری نمیشه. بینم تو با هم مشکلی داری؟ نه قربان، قطعا مشکلی ندارم. فقط به همچین فشاری عادت ندارم، همین. اگه میخوای با ما همکاری کنی باید آماده هر اتفاقی باشی. من نمیخوام با هیچ کس هیچ کاری کنم. تو منو تهدید کردی، گول زدی، فریبم دادی. اگه سهمی نمیخوای بزن به چاک. من کجا برم؟ نقشهاتون رو توی خونه من میکشید، دزدیاتونم از محل کار منه. میتونی اونجا پارک کنی. پس مطمئنی اینجا جاش امنه؟ مطمئنم. خیلی خوب، عالیه. حالا تا زنده نخوردمت بزن به چاک. میخوام اینجا تمیز باشه. وی تو تمیز کن. فلوید، ماساژ. نه من نمیخوام. دوباره دردسری؟ نه بقیه چی؟ نه حق با تو. سلام داداشات، چه خبر؟ سلام داداش، دیر کردی. 9 سال دیر کردی. انقدر دیر کردی که دیگه حق نداری بهم بگی داداش. ببن گاله رو. عین توتیه تکرار میکنه. تو هم مثل یه تیکه تاپاله ای. کپه یه تیکه تاپاله. اون رفیقت کجاست؟ الان میاد. اون پسر خیلی دوست داره. سلام فرانکی. داشتیم درباره تو حرف میزدیم، غیبت میکردیم. بله دارم میبینم. میخوای چیکار کنیم؟ کار میکنیم داداش، سرقت میکنیم. آره، یکم من نقشه رو کشیدم و فکر کنم حسابی نونمون تو روغنه.
بالا سرم حرف زدی؟ آره تو بیمارستان بود. پرستارا داشتن تمیزش میکردن. خب چی کار کنه؟ ضعیف دیگه. 20% اون مال ماست. نه اینطوری کار نمیکنیم. با زرشک منو ببخش رفیق، ولی این دفعه اینجوری کار میکنیم به شیوه من، چون آخرین باری که به شیوه تو بود همه تیر خوردیم، جنابالی مردی، از مرگ برگشتی، یا آب زیر کار شدی و برد افتاد زندون. آره اون موقعم لستر گفت اون کارو نکنیم ولی بازم کردیم. میگم این لسترتون خیلی کار بلده ها. میشه لطفا لالچی و تو مایکل به هم بدهکاری، پس این بار به شیوه من پیش میریم. خب بعدش چی؟ حالا برای بعدش یه فکری میکنیم. خب نقشه چیه؟ خیلی آسونه. ما قراره یه کشتی رو تو بندر لوسانتوس غرق کنیم. پس خوشگل بابا میره روی پلو نگهبانی میده، شما هم سوار کشتی میشی و بمبگذاری میکنی و منم با کمک دوستای خوبم یه عملیات زیر آب انجام میدم. البته کدو تنبل تو از دوستای خوب من نیستی. کجاش آسونه؟ خدایا این پخمه رو کجا آوردی؟ لعنت بهت. بهتر شد، خوشم اومد. لعنت بهم. خوبه عالیه. حالا بریم پول در بیاریم. خیلی خوب دیگه، خودتو لوس نکن. با کمال میل سرورم. بزن بریم پسر خونده. هی وید مایکل ببر پیش قایق و یه لباس غواصی بهش بده. بیا پسر باید بریم اونجا. اومدم دیگه. خیلی خوب میریم رو پل هوایی مریم ترنر. اصلا داشت یادم میرفت. بیا اینم یه تفنگ با دوربین حرارتی. داشت یادت میرفت؟ تا جایی که یادمه گفته بودی نگران نباشین، چون لستر توی نقشه حواسش کامل به جزئیات بوده. غیر از اینه؟ حواس منم به جزئیات هست. جزئیاتی مثل همون مواد تقلبیه. ببین ازت ممنونم مرد، ولی خرید مواد با غرق کردن یک کشتی تو دریا خیلی فرق داره ها. خیلی هم نه، مسئله ماهیتشه. نمیدونم چیه ولی میدونم خیلی مهمه. تا حالا اسم مریودر به گوشت خورده؟ آره شاید. تیم امنیتی مریودر، گروه شبه نظامی که دولت ازشون برای حفاظت از مقاصد شومش توی این کره خاکی استفاده میکنه. یعنی ارتش؟ شبیه ارتشن ولی خصوصیان، پس گرونترن. اونا اخیراً با دولت آمریکایی قرارداد بستن و اولین مورد قراردادشون چیه؟ همون کانتینری که تو میخوای؟ آفرین گل پسر، پس باید با ارزش باشه مگه نه؟ البته اهمیتی نداره چون کار تو فهمیدن نیست، بلکه شلیک به کساییه که میخوان جلومونو بگیرن. بیا ماشینو همینجا نگه میدارم، یه جای خوب پیدا کن بعد به مایکل زنگ بزن. باشه مرد حتما. لعنتی. خیلی خوب مرد، من تو موقعیتم، هر موقع آماده بودی بگو. خیلی خوب تو موقعیتم. از چه جایی هم باید برم بالا؟ مطمئن شو وقتی رسیدم مشکلی نیست. ای ترور کثافت. حل خیالت راحت. وایسا چند نفر رو عرشن. اینا آدمای بدجنسی هم مگه نه؟ تا جایی که ازشون میدونم آره، اهل گفتگو نیستن. ها که مرد سوار شو. برای یه دوست قدیمی چه کارا که نمی کنم. باید 4 تا بمب بکارم پسر، حواست به هم باشه. اولین بمب کار گذاشته شد و فعاله. میرم سراغ بعدی. بهتره سریع‌تر انجامش بدیم مرد، من نمیدونم چقدر نیرو دارن. یا باید سریع کار کنم یا درست. خیلی خوب. یکی بالای پله ها، سلام ناکارش میکنم. حله. یکی این نقشه ترور، پس خودش کدوم کوریه؟
چون اون سرش به زیر دریایی گرمه. نمیدونم چجوری افتادیم تو این هچل. حله بزن بریم. بیا یه جایی که بتونم ببینمت. راهو برات باز میکنم. بیا. حرکت میکنم. رسیدم به راه پله. در رو پیدا کردم. میرم تو. کجای مرز؟ من نمیتونم ببینمت. بمب و کار گذاشتی خبر بده. لعنتی. در چه حالی؟ وقت رفتن زود باش. آژیر رو زدن. مرد تو حالت خوبه؟ یه عده دیگه اومدن تو بندر. منو دیدن. لعنتی. هر چقدر بتونم میزنمشون. فقط بجون. فوزا بیریخت من. زود باش. بمبا رو کشتم. باشه بذار بیا بیرون. لعنتی این دیگه چیه؟ یه بالکرد اومده بالا سرم. لعنتی اون دنیا میبینمت مرد. اینقدر گزارش نده. بزنش. این دومین باریه که بالکرد جنگی میاد سرم. دیگه نباید دنبال ایفای بیاد تریور فلیپس را بیفتاد. بالکرد افتاد. میدونستم میتونی. حله دارم میام رو عرشه. به محض اینکه رفتم بمبو ترکون. امنه برو. میرم پایین پله ها. دارن میان دنبالم. زدمش. نگهبانه بیشتر. یه غلطی بکن. بازم هستن. امنه برو. تمومه. از بخش شمالی میرم. لعنتی. خیلی خوب من پریدم. میتونی بمبو ترکونی. توی اون گوشیته. از کشتی فاصله بگیر. الان میترکونمش. بزن بریم. من زیر آبم. تو کجایی؟ زیاد دور نیستم. پس پیداش کن. به اسکنر لباس غواصی سیگنالشو میگیره. باشه. حالا چه جور سیگنالی میده؟ از اون سیگنالایی که هرچی نزدیکتر بشه قوی تر میشه. پس پیداش کن تا بیام بارش دارم. سیگنالو دارم ولی هنوز پیداش نکردم. یه نور اینجاست. فکر کنم خودشه. آره خودشه. پیداش کردم. خیلی خوب. دارم میام. این چیه؟ ظاهر ناجوری داره.
اگه میدونستم چیه فوق محرمانه با ارزش نبود خطرناک که نیست، دارم اطرافش شنا میکنم و شاید بهت قدرت بده و تبدیلت کنه به خشم مهار نشدنی. چرا من باید اینجا باشم آخه؟ اونها الان برش میدارم. هی مراقب اون باش، معلوم نیست چیه. هی بپا، من اینجام. خب پس کار من اینجا تمومه؟ آره تمومه. گرد همایی تو اسکله 400 نوشیدنی هم مهمون منید. من فقط یه شات میزنم، میدونی که حرف همیشته. نه این دفعه جدی میگم. هی فلوید، محموده رو گرفتم تو اسکله یا نه؟ بله قربان. اونجا چی شد؟ یه حوصله تیراندازی و انفجار اومد. آروم باش پسر، دارم میام. بکشم بیرون. باردیمش جون هر چی میخوای درباره تریور بگو، ولی بالاخره کار خودشو کرد. آره دارم میبینم. باردیمش گرفتیمش. اون لستر نیست؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ تو الان باید خواب باشی. آره اگه همکار بی ملاحظم مشغول کمک به دشمنای این کشور نبودن، منم الان خواب بودم. FIB، مری ودر، IAA میتونید با همشون در بیافتید، ولی وقتی یه ابرسلاحو میدزدید تا بفروشیدش به چینیا، هم خودتون هم خانوادتون باید آماده هر اتفاقی باشید. احمقای دیوونه. وایسا ببینم، وایسا. ابرسلا؟ چینیا؟ ها؟ فکر کردین چیه، هندونه؟ فکر کردم باهات حرف زده. خب پس حالا باید چیکار کنیم؟ احتمالاً یا برش میگردونی میاد، چه میدونم نابودش میکنم. ببین کی اینجاست. لستر کراس مثل همیشه سرحال خوشتیپ. اصلا میدونی اینجا چی کار کردی؟ آره دزدی کردم. حسودیت شده سهمی نگرفتی؟ اگه اون بر نگرده تو کل این کره خاکی میریم زیر نظر. احمق دیوونه. زیر نظر؟ خب که چی؟ فقط زیر نظر نیست، اونا میکشن. احمق، یه هفته ای هممون میمیریم. فکر کن. گوش کن. یه کامیون با یه راننده بیار، هر کاری میخوای بکن. ترور. عالیه. تو این دیوونه میتونید برش گردونید. همین حالا. یعنی 2 ساعت داشتیم بادمجون واکس میزدیم؟ مثل اینکه هیچ وقت قرار نیست 2 قرون پول در بیاریم، نه؟ بیا فرانکلین، تو به هم بده کاری مایکل. هنوزم بده کاری. میخوای چی کار کنی؟ حالا یه کاریش میکنم. فرانکلینم کار میخواد، حلش میکنم. با این میرم. آره یادت نره من خرجم بالاسا. آره میدونم. فکر میکنم اونا با این پول میخوان یه جنگ تو خیابون را بندازن و ما به شما بچه‌ها نیاز داریم تا اون پولو برای ما مصادره کنیم. طرف از استعداد کارمنداش سوء استفاده میکرد. اون ایده های کارمندای خودش هم دزدی. لعنت به دیوی. بعد یه جوری میومد تو تلویزیون قیافه میگرفت هر کی ندونه فکر میکنه فیل هوا کرد.